افتاد که سردار 3-0 در شهر دوشنبه پرواز را مغلوب کرده بود. بازی از مرکزی میدان شروع می شود. دسته پرواز در 2 ماه قبلی نتیجه خوبی را به قید گرفته بود. اینجا وضعیت خطرناک به میان می آید و دروازه‌بانی دسته سردار محمد جان شویفتوب رو به بازی در آورد. محمد جان ایساقوف نزدیکتر می آید و ضربه میزند و ببینید که این حالت به چی آورده میرساند. 7 گل دوستان گرامی. تیم سردار توانست در دقیقه 24 بازی در حساب به پیش برآید. البته اینجا باز یک شانسی دیگر برای دسته سردار به میان می آید و ببینید چی فرصتی خوبه تا به میدان برگردد. از دور ضربه رو می بینیم. این وضعیت خطرناک است. باشید که بازیگر این دسته پرواز شانسی بهترین و میرزا ولیف خیلی حرکت های جالبی او پرتافتی خوبه رو دیدیم. دروازه‌بان پیشتر برآمد اما اشتباه کرد. وضعیتی خطرناک. دروازه خالی و حساب 1-1. اما در اینجا اکنون هنرنمایی اولی طاهر ملودوسوف را باید مخصوص یادآور شویم که تا به آخر مبارزه برده از کنار و پرتافتی دقیق را به جریمه‌گاه انجام داد و زود تو به اختیار فوتبالبازان دسته پرواز برگشت. اینک آنها باز به هجوم میگذارند. وضعیت خطرناکی نوبتی به میان می آید. ضربه بسیار عالی و حساب 2-1. چی گلی زیبایی رو ما و شما این لحظه ها میبینیم و از فرصتی بهترین خود علی نور نیازبکوف استفاده برده پرواز را در حساب به پیش میبرد. حالا فرصتی خوبه میتواند باز به میان آید و چی گلی زیبایی رو سردار هم به هدف میرساند. امروز هر دو این دسته ها برای ما زیباترین گل ها را منظور میکنند. ابوبکر سلیمانوف به زدن این گل موفق شد. ارسال توپ این بار هیچ نتیجه نمیدهد. از دور یک ضربه بسیار هم قوی. بازی یکم آنها از روشن 3-0 شکست خوردند. حالا ارسال توپ به جریمه‌گاه. وضعیتی خطرناک است و حساب دوستان گرامی 2-3 می شود. این لحظه ها ما تبره میبینیم به زدن گل محمد نظریف موفق شد. حمله‌گری مرکزی از فرصتی بسیار خوب خود به طور عالی باید دیده شود. خب من تکرار به تکرار صحنه گل سوم بازیگران دسته سردار رو دیدم. اونجا یگان قاعده و رکنی اصلا دوستان گرامی نیست. وضعیت خطرناکی نوبتی و حساب 4-2. این لحظه ها ما طور میبینیم محمد نظریف از فرصتی نوبتی خود بسیار عالی استفاده میبرد و دوبل میکند. و ببینید چگونه حالت به میان میآید در جریمه‌گاه. خوب پینالتی میگذارد داور. پینالتی میگذارد بعد از برخورده که به میان آمد و ما طور میبینیم در لحظه قبلی معلوم میشود امام علی احمد خان اشتباه کرده است. ولی قراری داور الکی برآمد. او به نقطه اجرای ضربه پینالتی اشاره کرد. ای خود از میدان خارج کرده می شود. امام علی احمد خان کارت دومی زرد به او نشان داده شد. حالا با چی جمع بست می شود این پینالتی؟ نوربویف ضربه او دروازه‌بان این حالت را برطرف کرد.